Dura dura koşmaya, ellere kaçmaya. Rin narin narin yarim, suya düştü hayalim. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. امراه خواننده معروف ترکیه اونقدرام که نشون میده مظلوم نیست. در واقع نیمه پنهان و تاریکی داشت که مدت طولانی باعث شد مردم ازش متنفر بشن. جریان چیه؟ با هم دیگه میشنویم. دختر و پسرا به سلبریتی سودا خیلی خوش اومدید. اگر به اخبار ویژه سلبریتی ترکیه علاقه‌مندید حتما کانال رو همراهی کنید. علاقه‌مندان به امراه عزیز، میدونم که خیلی وقت منتظر این ویدیو بودیم، پس با من همراه باشید. امراه خواننده و بازیگر ترکیه‌ای هستش که از سن نوجوانی شناخته شد و تو دهه 80 به شهرت رسید. اون در دیاربکر ترکیه به دنیا اومده و کرد تباره. امراه بیشتر از 25 میلیون آلبوم در ترکیه فروخته. فیلم‌های امراه به عنوان یک بازیگر جوان و تازه‌کار هم همیشه فروش خوبی توی گیشه داشته. به گفته خودش کودکی سختی داشته و توی 1.5 سالگی پدرش رو از دست داده و با مادرش زندگی می‌کرده. امراه به دلیل علاقش به موسیقی چند تا فولکلور دیارباکر رو میخونه و از صداش منتشر میشه. همون سال و با اون فولکلورها آوازش از دیارباکر تا استانبول رسید و مصطفی گونه‌اش تصمیم گرفت روی این پسر سرمایه گذاری بکنه و برای دیدن امراه و خانواده‌اش به دیارباکر رفت. و در نتیجه اون آلبوم آقا مقام امراه در سال 1984 در استانبول منتشر شد و امراه در دوره نوجوانی به طور حرفه‌ای وارد دنیای موسیقی شد. تو دوران کوتاهی تو کل ترکیه به شهرت رسید و همه به اسم کوچیک امراه میشناختنش. تو همون سالها هم برای بازی در فیلم ازش دعوت شده، اتفاقا حسابی هم ترکون. تو سالهای بعد امراه همش تو فیلمای تلخی بازی میکرد که یا بچه یتیم بود، زیر بار زندگی له میشد، مادر و یا هر کدوم از خواهراش به راه نادرست کشیده میشدن و سر این قضیه همه مدتی ازش به شدت انتقاد میکردن که نقشات بسیار کلیشه‌ای هستن. و خود امراه سالها بعد گفت که من یه بچه بودم و نقشی که برام نوشته شده بود رو بازی میکردم، کاری هم از دستم بر نمیومد. یکی از تروماهایی که امراه تجربهش کرده و به قول خودش رنج او رو هیچ وقت فراموش نمیکنه، نگرانیش از تغییر صداش در دوره گذار به بزرگسالیش بود. امراه میگه همش با خودم فکر میکردم این مردم بچگی منو دیدن و به صدای بچگی من عادت دارن. اگر با تغییر صدام با من دیگه ارتباط نگیرن چی کار باید بکنم؟ دیگه اون همه رکورد شکنی در فروش آلبوم چه فایده ای داره؟ اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد و صداش با وجود تغییر روح خودش رو حفظ کرد. امراه بعدها سبک خودش رو تغییر داد و به سمت موسیقی پاپ و جوانپسندتر رفت و اتفاقا خیلی هم موفق تر شد. آهنگ گتوربنی رکوردهای فروش تو اون سال رو جابجا کرد. طرفدارش میگفتن امراه توی آهنگ‌های غمگینی که میخونه تمام احساسش رو منتقل میکنه و اونا عاشق احساسات عمیق امراه در ترانه‌هاش هستن. اون حتی توی اجراهاش از قدرت بازیگریش هم برای انتقال احساساتش استفاده میکرده. امراه در دهه 90 یه فعالیت دیگر رو هم به کار موسیقی و بازیگریش اضافه کرد و اون راه اندازی یه شو با ایبرو گوندش بود که اتفاقا خیلی هم طرفدار داشت. Belalım benim, belalım benim. از اونجایی که امراه مثل بسیاری از خواننده‌های ترکیه در ایران مشهور و محبوب بود، در سال 2008 یک تک آهنگ بسیار زیبا مشترکاً با شهیاد خواننده ایرانی اجرا کرد که بسیار هم مورد استقبال واقع شد. اسم این ترانه بی تو هرگز هست. اگر تا حالا نشنیدینش حتما دانلودش کنید. Sensiz asla, bir to herkes batam. اما زندگی همیشه هم روی خوشش رو نشون نمیده و امراه هم مثل هر انسان دیگه ای نیمه تاریکی داشت که واسش درد سرساز شد و باعث افت شدید محبوبیتش شد. اتفاقی که باعث شد مدت طولانی مردم و طرفداران امراه از دستش عصبانی بشن و انتقادهای سنگینی ازش بکنن قضیه بچه نامشروع امراه بود. طبق گفته های نشریه معتبر اونادیو ترکیه، داستان از این قراره که تو بازه زمانی که امراه در اوج معروفیتش بود، هر بار که کنسرت برگزار میکرد دخترهای جوون برای عکس گرفتن با امراه سر و دست میشکستن
و اونایی که خوششانس بودن حتی تا پشت صحنه هم واسه دیدنش میرفتن. یکی از اون طرفدارهای خوششانس که بسیار مصمم هم بوده اسمش ابرو چلاک بود. ابرو چلاک در پشت صحنه به عنوان طرفدار دو آتیشه امراه باهاش ملاقات میکنه و حتی کار به رد و بدل شدن شماره میکشه. امراه و ابرو چلاک از اون روز به بعد وارد رابطه میشن و حتی وقتی شهرشون از هم فاصله داشته همچنان رابطه رو حفظ میکنن تا یه روز که ابرو چلاک به امراه میگه که ازش بار داره و امراه اشتباه بزرگ زندگیش رو مرتکب میشه و پدر بودنش رو گردن نمیگیره و حتی تا جایی پیش میره که اعلام میکنه این دختر یعنی ابرو چلاک منو تو رویاهاش دیده، یعنی عملا وجود رابطش با ابرو رو انکار میکنه. متاسفانه امراه پا رو فراتر گذاشته ادعا کرد که ابرو چلاک همیشه به دنبال شهرت و معروفیت بوده. با این حال ابرو کاری به این حرفا نداشت و بسیار مصمم بود و موضوع رو به دادگاه کشون. اون شکایت پدری رو علیه امراه تنظیم کرد. تا اینکه با تلاش‌های ابرو در پایان سن 4.5 سالگی بچه به لطف تطبیق نمونه‌های بافت و خون گرفته شده از امراه رسما ثابت شد که تایفون پسر امراه هست. رسانه‌ها و مردم عادی به شدت امراه رو مورد هجمه قرار دادن و گفتن باور نمی‌کنیم امراهی که محبوب دلها بود انقدر نامرد باشه و بچه خودش رو گردن نگیره. نهایتاً بعد از اثبات آزمایش ژنتیک و حکم دادگاه امراه به حقیقت تن داد و پذیرفت که تایفون پسر خونی خودشه. از این رو در صدد جبران این کوتاهی بر اومد و سعی کرد وقت بیشتری رو با پسرش بگذرونه. حتی بارها و بارها پدر و پسر در مجامع عمومی دیده شدن. اما این رابطه خوب دوامی نداشت و خیلی سریع خراب شد و پسرش توی رسانه‌ها این قضیه رو علنی کرد، گرچه هیچ وقت اصل قضیه جدایی پدر و پسر مشخص نشد. Yanıyorum ya Habibi, bana senden fayda yok. Yolla şu tabibi. تنها چیزی که رسانه ها میدونن اینه که رابطه پدر و پسری اونها هیچ وقت به اون صورت گرم نبوده و حتی طبق گفته های تایفون امراه پسرش رو مجبور به امضای سندی کرده که اونو از هر گونه حمایت مالی منع میکنه و امراه مسئولیت مالی در مقابل تایفون نداره. و یک مسئله عجیب دیگه این که نفقه تایفون توسط پدرش از 1000 لیر به 800 لیر کاهش داده شده و گویا امراه از پسرش خواسته اون 200 لیر رو خودش با کار کردن به دست بیاره. امراه در سال 2014 با دختری به نام سیبال ازدواج کرد که اصالتی بلژیکی داشت. این زوج یک پسر و یک دختر به اسم الیاس و الایسا دارن. هرچند تو سال 2022 خبرایی از جدایی این زوج تو رسانه ها پخش شد که هیچ وقت تایید یا تکذیب نشد. امراه سعی کرده همیشه حرفه‌ای و بی‌حاشیه به زندگی هنریش بپردازه، اما خب داستانش با پسرش همیشه تو ذهن طرفدارانش هست و بعضی وقتا بعدشون نمیاد این قصه دوباره به یاد آورده بشه. حتی زمانهایی که امراه با بچه‌های کوچیکش یعنی الیاس و الایسا عکس‌های زیبایی رو در رسانه به اشتراک میگذاره، مردم اصلا واکنش خوبی نشون نمیدن و مدام تایفون رو بهش یادآوری میکنن. البته قضیه دست بردن امراه تو صورتش و عملهای زیباییش و عدم تمایلش به نشون دادن این تغییرات از حواشی دیگش بود که توی ویدیوی قبل بهش پرداختیم. همراهان عزیز به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که پسندیده باشید. متشکرم که همراهمون هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.